بریم که میخوایم با هم دیگه یه خورش بادمجون جا افتاده خوش رنگ و آب درست بکنیم. مثل اکثر غذاهای ایرانی اول یه پیاز بزرگ رو ریز خورد میکنیم و توی روغن سرخش میکنیم. وقتی پیازا شیشه‌ای شدن بهشون نمک و زردچوبه اضافه میکنیم و باز فرصت میدیم تا سرخ بشن. یه قاشق رو به گوجه فرنگی اضافه میکنیم و باز تفتشون میدیم تا خوش رنگ و لعاب بشن. بعد 2 تیکه چوب دارچین اضافه میکنیم که بسیار عطر خوبی به خورشتمون میده. گوشت رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. من اینجا از گوشت رون بوقلمون استفاده کردم. شما میتونید از گوشت گوسفند یا سینه مرغ استفاده بکنید. بعد 2 پیمونه آب بهش اضافه کنید و بذارید تا حسابی پخته بشه. اگر گوشت گوسفند باشه نیاز داره که 3 ساعت پخته بشه، اما گوشت بوقلمون و مرغ زمان کمتری نیاز داره. خب بریم سراغ بادمجونامون که خوشمزگی این غذا به بادمجونای سرخ شدهشه. بادمجونامون رو پوست میگیریم و به ورقه های نازک برش میدیم. ببینید بادمجونای ما نه خیلی باید ضخامتشون زیاد باشه که پخته نشن و نه خیلی نازک که له بشن. همینقدر که توی تصویر میبینید عالی هست. بعد به بادمجون هامون نمک اضافه میکنیم و میذاریم 1.5 ساعت بمونه. اکثر افراد بادمجون رو به خاطر تلخی که داره دوست ندارن. با این روش اون آب تلخ بادمجون خارج میشه و دیگه تلخی نداره. با سر چاقو این آب رو از بادمجون ها خارج کنید و اگر هم بادمجون شما تخم داشت به همین صورت که میبینید الان دیگه بادمجونای ما آمادن که سرخ بشن. بادمجون رو داخل روغن داغ و با شعله متوسط سرخ بکنید که هم پخته بشن و هم برشته بشن. در این حین برای رفع خستگیتون میتونید یه لقمه خوشمزه از کشک بادمجون سرخ شده و ریحون بگیرید و حسابی لذتشو ببرید که این لقمه یه جورایی حتی از غذای اصلی هم بیشتر به آدم میچسبه. 2 دونه گوجه رو از وسط برش بزنید و داخل روغن سرخ بکنید. شورتون ملایم باشه که هم گوجه ها پخته بشن و هم سرخ بشن. وقتی به این حد رسیدن دیگه کافی هست. گوجه هامون رو میذاریم کنار. بعد از اینکه گوشتمون پخته شده بود بادمجون ها رو به خورشتمون اضافه میکنیم. دقت کنید که بادمجون ها باید یکی یکی داخل خورش قرار داده بشن و در یک جهت. به خاطر اینکه وقتی میخواین خورشت رو بکشید بتونید به همین صورت بادمجون ها رو داخل ظرف بریزید و بادمجون هاتون له نشن. و اما میریم سراغ قوره در قوره هامون که حتما آموزشش رو براتون میذارم. 1 قاشق قوره داخل خورشتمون میریزیم تا طعم ترشی خوبی به خورشتمون اضافه کنه. در صورت تمایل میتونید یه مقدار هم فلفل قرمز اضافه کنید. در خورشت رو میذاریم تا 1/2 ساعت حسابی جا بیفته. ببینید آب خورشت ما غلیظ شده و خورشت هم کاملا پخته شده. الان گوجه هامون رو داخل خورشت میذاریم و حدود 1 ربع فرصت میدیم تا پخته بشن. الان وقت پهن کردن سفره است. خورشت بادمجون خوش رنگ و آب جا افتاده و خوشمزه‌مون آماده است. میتونید با پلو یا با نون به همراه سبزی خوردن و کشک نوش جانتون کنید. البته یه رازی هم بهتون بگم که آب قوره ها رو که داخل قوره تو قوره هاتون دارید میتونید به خورشت اضافه کنید و نوش جونتون کنید.